نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه انشاءالله به حول و قوه الهی میپردازیم به بیان مسائل و اطلاعاتی درباره حج که یکی از ارکان دین اسلام هست. این واقعا نشان فضل و رحمت الله متعال هست که عباداتی را که به عنوان وسیله تقرب به الله متعال و وسیله رسیدن به بالاترین مقام قرب و نزدیکی الله متعال، این مسائلی را که و احکامی را که الله متعال برای من و شما مقرر کرده متنوع هست و قطعا این برگرفته و نشأت گرفته از رحمت و لطف الله متعال به بندگانش هست. اگر ما همین ارکان دین اسلام را نگاه بکنیم، عباداتی را که به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین پایه های دین مبین اسلام هستند، نماز، زکات، روزه و حج، هر یکی از این عبادات را وقتی که ما نگاه میکنیم با عبادت دیگر متفاوت هست. نماز یک عبادتی هست که صرفاً بدنی هست، یعنی این که برای این که کسی بخواهد نماز بخواند و به مسجد برود نیازی به مال و ثروت نیست. هم فقیر و هم غنی و ثروتمند و هم انسان سالم و صحتمند و هم انسان رنجور و بیمار می توانند که این عبادت را انجام بدهند، منتها با تفاوت و رخصت هایی که الله متعال درباره نماز قرار داده. اگر کسی می تواند در مرحله اول باید ایستاده نماز بخواند و اگر ایستاده نمی توانست بنشیند نماز بخواند و اگر نمی تواند رکوع و سجده بکند با اشاره این کار را انجام بدهد و اگر نشسته هم نمیتواند میتواند در حالت دراز کشیده این عبادت را انجام بدهد. هیچ تفاوتی در میان فقیر و ثروتمند در این زمینه وجود ندارد. عبادت روزه را نگاه بکنیم، همچنین یک عبادت کاملا بدنی هست. برای روزه گرفتن نیازی به مال و ثروت و پول نیست. عبادت زکات را نگاه بکنیم میبینیم که یک عبادتی هست مخصوص ثروتمندان، کسانی که یک مبلغ مالی را دارند با شرایط مشخصی که از جانب الله متعال در این زمینه تعیین شده. اما وقتی که به حج برمیگردیم و حج را نگاه میکنیم میبینیم که یک عبادتی هست که هم جانی هست و هم مالی هست.
یعنی برای انجام حج انسان مسلمان هم باید از جان خودش مایه بگذارد، زحمت‌ها و مشقت‌های سفر را باید به جان بخرد، هزاران کیلومتر را باید طی بکند تا اینکه به مکه و به محل مراسم حج برسد و هم از مال و سرمایه خودش باید مایه بگذارد. بدین معنی که باید مبلغی را داشته باشد به عنوان خرج راهش باشد، به عنوان خرج و نفقه‌ای باشد برای اهل و خانواده‌اش و همچنین هزینه برگشت را داشته باشد. تمام این موارد را وقتی که ما نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که حج یک عبادت هم جانی است و هم مالی و حتی در شرایط وجوب حج هم این دو نقطه مد نظر شریعت هست. یعنی این که انسان مسلمان هم باید سالم و تندرست باشد و هم این که ثروتمند باشد تا این که حج بر او اساساً واجب بشود. حج یعنی عزم سفر به خانه کعبه و بیت الله الحرام و مشاعر مکه مکرمه در یک زمان مشخص برای انجام کارهای مشخص و تعیین شده و تعریف شده از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. و خود کلمه حج و واژه حج به معنی قصد کردن هست، یعنی تصمیم گرفتن برای رفتن به یک جا و یک محلی. و از نظر شرعی هم تعریفش این بود که من خدمت شما برادران بزرگوار اینو عرض کردم. و از نظر شرعی حکم حج این هست که حج یکی از ارکان دین مبین اسلام شمرده می شود و حج فرض عین هست بر تمام انسانهای مکلف و توانمند و مستطیع، یعنی بر تمام افراد مسلمان و تمام اشخاصی که مسلمان هستند و از جانب الله متعال مکلف هستند و مورد خطاب الله متعال قرار گرفتند، با شرط این که مستطیع باشند، توانمند باشند، که خود این استطاعت و توانمندی یک تعریف خاصی در فقه اسلامی دارد که انشاءالله در برنامه‌های آتی به صورت مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. پس بنابراین حج یکی از ارکان و واجبات هست، یکی از اصول دین مبین اسلام هست و فرض عین هست بر تمام مسلمانانی که مکلف و مستطیع و توانمند هستند. دلایل وجوب و فرضیت و رکن بودن حج همانند دیگر ارکان اسلام برگرفته از قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ما به عنوان یک مسلمان اصول اعتقادی خودمان را و اصول عبادی و شرعی خودمان را فقط و فقط از مصدر و منبع قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم. بدین خاطر هست که اگر شما کتاب‌های فقهی رو مراجعه بکنید و مطالعه بکنید میبینید که فقها در طرح مسائل شرعی و احکام فقهی وقتی که میخواهند برای گفته خودشون، برای نظر خودشون دلیلی رو بیان بکنند، در مرحله اول آیات قرآن را ذکر میکنند و در مرحله بعدی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را و در مرحله سوم اجماع هست، یعنی اتفاق و دیدگاه واحدی که مسلمانان در طول تاریخ درباره برخی از مسائل داشتند. در باب حج هم وقتی که برمیگردیم به آیات قرآن کریم میبینیم که در آیات متعددی الله متعال درباره حج سخن گفته و به صورت کامل و شفاف این مسئله رو برای ما بیان کرده که امروز ما با اطمینان خاطر میتوانیم ادعا بکنیم که حج یکی از ارکان اسلام هست و دلیلش هم از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
در سوره آل عمران آیه 97 الله متعال وجوب و فرضیت حج را بر مسلمانان این گونه بیان می کند: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. به عنوان یک حق الهی بر مردم واجب هست و مردم ملزم هستند که حج بکنند، منتها من استطاع الیه سبیلا، کسانی که استطاعت و توانایی دارند و می توانند که خودشان را به سرزمین حج و مشاعر برسانند. ولله علی الناس حج البیت، بر مردم لازم هست که برای الله متعال حج بکنند، من استطاع الیه سبیلا، آن کسانی که این توانایی و قدرت را داشته باشند. و در ادامه چه زیبا می فرماید: و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. اما کسانی که ناسپاسی و کفر را در پیش بگیرند، مطمئن باشند که الله متعال از تمام جهانیان و از تمام موجودات بی نیاز هست. قطعا هم این گونه هست، زیرا که مبنای عبادات این نیست که الله متعال نیازی داشته باشد به نماز ما، به زکات ما، به روزه و حج ما، بلکه ما هستیم که برای تقرب به الله متعال و برای ارزش پیدا کردن و مقام پیدا کردن نزد الله متعال نیاز به این عبادات داریم. اگر نماز نمی بود، اگر زکات و حج و روزه نمی بودن، اگر این شریعت الهی نمی بود، ما چگونه و با چه وسیله‌ای می توانستیم که به درگاه الله متعال تقرب بجوییم و نعمتهای ابدی الله متعال را، شایستگی و سزاوار آن را داشته باشیم. و وقتی که به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگردیم، میبینیم که احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم که هیچ گونه ابهامی رو ندارند، با تعبیری بسیار واضح اینو بیان کردند که حج یکی از ارکان اساسی و پایه‌های اصلی دین مبین اسلام هست. حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که بارها شنیدید، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس، پایه های اسلام 5 چیز هستند: شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، گواهی دادن و شهادت دادن به یگانگی و یکتایی الله متعال و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و الحج و صوم رمضان. و 4 رکن عبادی عبارت هستند از نماز، زکات و حج و روزه ماه مبارک رمضان. این حدیث جزو احادیثی است که در بالاترین درجه صحت قرار دارند، یعنی متفق علیه هست. بخاری و مسلم هر دو این حدیث رو روایت کردند. در مناسبت دیگر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول گرامی اسلام یک روزی برای ما خطبه ای را ایراد فرمودند و در ضمن خطبه خطاب به مردم چنین اعلام کردند که یا ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. ای مردم، ای مسلمانان، ای پیروان من، ای کسانی که تا روز قیامت این پیام من به شما میرسد، الله متعال حج را بر شما فرض کرده، فحجوا، به حج بروید و حج بکنید. زمانی که مردم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم را شنیدند، از آنجایی که حریص بر کار خیر بودند، میخواستند که فرموده های رسول الله صلی الله علیه وسلم را به شکل کاملتر و بهتری دریافت بکنند و بر آن عمل بکنند، یکی از حاضران پرسید که
یا رسول الله اکل عام یا رسول الله، آیا هر سال ما باید حج بکنیم؟ آیا بر ما لازم هست که هر سال به خانه کعبه به قصد انجام حج برویم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت فرمودند و جوابی ندادند. اون صحابی تا چند مرتبه دیگر و تا 3 بار این سوال را عرض کردند که اکل عام یا رسول الله، یا رسول الله ما همه ساله و هر سال حج بکنیم یا یک بار کافی هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لو قلت لوجبت ولما استطعتم، اگر من بگم که آری همه ساله واجب هست، همه ساله حج بکنید، این بر عهده شما حج لازم می شود و فرض می شود که هر سال باید بروید حج بکنید و شما این توانایی رو نخواهید داشت. و رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر این مطلب جواب این سائل رو ندادند و نگفتند که همه ساله حج بکنید. واقعا هم ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم فداه ابی و امی، ببینید که درباره امت خویش و پیروانش چه اندازه مهربان هست و در فکر من و شما بوده. فرمودند اگر من بگویم آری بر شما فرض می شود و شما نمی توانید هر سال حج بکنید، یعنی این که در عمر فقط یک بار بر شما فرض هست که حج بکنید. واقعا ما می بینیم که بسیاری از مسلمانان 10 سال از عمرشان گذشته، از الله متعال 50-60 سال کمتر و بیشتر عمر گرفتند، اما باز هم برای یک بار نه تنها این که به حج نرفتند بلکه تلاش و سعی هم نکردند که به حج بروند. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمودند که همه ساله حج بکنید با این همه سختی و مشقت و با این همه مسافت طولانی و با این همه مخارج و هزینه ها، ما چگونه می توانستیم که بر این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع عمل بپوشانیم؟ آری بینندگان عزیز، حج در عمر فقط یک بار بر من و شما فرض هست، اما نباید فراموش بکنیم که ما نمیدانیم که تا کی زنده هستیم. آیا ما تا چند سال دیگر زنده هستیم و می توانیم که به حج برویم؟ و اگر خواستیم و تصمیم گرفتیم آیا چنین فرصتی برای ما مهیا هست یا خیر؟ پس بنابراین باید به این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش فرا دهیم که ایشان فرمودند تعجلوا الی الحج، هر چه زودتر و در اولین فرصت حج را انجام بدهید، فإن احدکم لا یدری ما یعرض له، هیچ کس نمیداند که فردا برایش چه اتفاقی می افتد. هیچ کسی از من و شما نمیدانیم که تا کی زنده هستیم و بالفرض که زنده باشیم آیا شرایط مهیا خواهد بود و ما از نظر جانی و مالی این توان و قدرت را خواهیم داشت که به حج برویم یا خیر؟ پس بنابراین اکنون که توان دارید، اکنون که مال دارید، اکنون که برایتان میسر هست که به خانه خدا بروید، بهتر هست که هر چه زودتر این کار را انجام بدهید و این فریضه الهی را از گردن خودتان ادا بکنید. واقعا چه زیبا هست که انسان مسلمان تمام فرایض و اصول اسلامی را انجام داده باشد. الحمدلله که نمازگزار هستید و ممکن هست در هر کجا باشید این فریضه الهی را انجام بدهید. روزه را در هر جایی که باشید می توانید انجام بدهید. و اگر الله متعال به شما مال و ثروتی داده، الله متعال در مال و ثروت شما برکت بدهد و قطعا هم انشاءالله که زکاتش را به مستمندان پرداخت خواهید کرد. و چه زیباست که در کنار تمام این عبادات فریضه حج را هم انجام بدهید تا این که پایه های دین مبین اسلام و دیانت شما کامل باشد. شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله
و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و الحج و صوم رمضان. پس بنابراین اگر بر این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردید، پس بنابراین دین شما دارای 5 ستون هست، همون گونه که در باور و اعتقاد به این مطلب پایبند هستید و معتقد هستید، چه زیباست که در عمل هم ما این 5 ستون را در کنار هم داشته باشیم تا اینکه دین ما یک دین کاملی باشد و این عمل به شریعت اسلامی انشاءالله در دنیا و آخرت موجب سعادت و سرفرازی و سربلندی من شما انشاءالله بگردد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان خواهم بود، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. اثبات شفاعت و بیرون آمدن یکتاپرستان از دوزخ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك من أحد رجال السند، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ در صحیح بخاری حدیث شماره 20 و صحیح مسلم حدیث شماره 304 از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آنهایی که اهل بهشت هستند وارد بهشت می شوند و آنهایی که اهل دوزخ می باشند به دوزخ می روند. سپس الله عزوجل می فرماید: کسانی را که به اندازه دانه خردلی ایمان در قلب دارند از دوزخ بیرون آورید. آنها را بیرون می آورند در حالی که در آتش و دود سیاه گشتند. آنان را در رودی که حیا یا حیات نام دارد شستشو می دهند و زنده و شاداب می گردند، همان گونه که دانه گیاه در کنار بستر آب به سرعت می روید. مگر نمی بینید گیاهی که در چنین جایی سبز می شود چقدر زیبا است و هر بیننده ای را شاد می نماید و از شدت تراوت و شادابی خمیده می شود. آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة،
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب، وجدتها ملأى. فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا. فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. در صحیح بخاری حدیث شماره 6571 و صحیح مسلم حدیث شماره 308 از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من می‌دانم آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید و آخرین کسی که وارد بهشت می شود چه کسی است؟ او مردی است در حالی که با سینه خیز از دوزخ بیرون می آید. الله عزوجل به او می فرماید: برو داخل بهشت شو. آن مرد به سوی بهشت می آید. فکر می کند که بهشت پر شده و جای خالی ندارد. بر می گردد و می گوید: پروردگارا، بهشت را دیدم که پر است و جای خالی ندارد. الله عزوجل می فرماید: برگرد و داخل بهشت شو. باز به سوی بهشت می آید و آن را پر می بیند. آن مرد بر می گردد و می گوید: پروردگارا، بهشت را دیدم که پر شده است. مجدداً الله عزوجل به او می فرماید: برگرد و داخل بهشت شو و به اندازه دنیا و 10 برابر آن در بهشت مال تو باشد. آن مرد می گوید: پروردگارا، مرا مورد تمسخر قرار می دهی؟ تو پادشاه و قدرتمند هستی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمود: دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این هنگام خنده اش گرفت و دندانهای آخرشان نمایان شد. گفته می شود این آخرین نفر و فقیرترین اهل بهشت می باشد که به او به اندازه دنیا و 10 برابر آن داده می شود. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. در اولین قسمت از برنامه آیات حج در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم، با امید اینکه در این سری برنامه و مجموعه برنامه بتونیم که به همراه شما عزیزان و خوبان مروری داشته باشیم، هرچند کوتاه در حد وقت برنامه که اجازه بده، بر آیاتی که در کلام الله مجید در موضوع حج وارد شده.
حج رکن پنجم دین مبین اسلام. حج همون عبادت بزرگی که در روزها و زمانهای مشخصی در اماکن مشخصی به شکل مشخصی انجام میشه به یاد ابراهیم علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر مسیر آن حضرت علیه السلام که ادامه مسیر ابراهیم علیه السلام هست. در قرآن کریم اگر بخوایم نگاهی گذرا داشته باشیم به آیاتی که در مورد حج سخن گفته شده، از اونها آیات فراوانی هستند. الان خصوص که ما سوره‌ای هم به این نام داریم که به صورت مستقیم و صراحتاً به نام حج مسماست. سوره حج، سوره نسبتاً طولانی و بزرگ، 78 آیه داره این سوره و حجمش حدود 10 صفحه است. 10 صفحه از کلام الله مجید یا نیم جز رو خودش اختصاص داده. نیم جزء پایانی جزء 17 سوره مبارکه حج رو داریم، سوره‌ای که بعد از سوره انبیا ذکر شده و جا داره که در فرصت مناسبش درباره اون سوره و ارتباطش با اینکه بعد از سوره انبیا قرار گرفته و ارتباط آیات خود سوره مبارکه حج با هم و محتوای سوره مبارکه حج که درباره چه صحبت میکنه، سوره‌ای که به نام حج هست، درباره اون انشالله صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به سوره مبارکه حج برسیم و آیاتش، آیات دیگری هست که در سوره های دیگر قرآن کریم اشاره میکنن به موضوع حج و برای بررسی آیات حج نیاز داریم که به اونها یک نگاهی بیاندازیم، با اونها رو هم بررسی کنیم. آیاتی که مرتبط به تاریخ حج، آیاتی که مرتبط به مناسک حج. ما در سوره مبارکه بقره هم آیاتی رو داریم که درباره حج صراحتاً صحبت میکنه، آیه 196 به بعد تا آیه 203 که از مهمترین آیاتی است که درباره طریقه برگزاری حج، به احکام عملی حج و اهداف حج سخن گفته میشه در اون آیات. و همچنین آیات دیگری در سوره مبارکه بقره داریم که باز مرتبط با حج، گرچه که به صورت مستقیم اسمی از حج در اون آیات گرفته نشده باشه، اما مرتبط با مکان برگزاری حج، مرتبط با تاریخ حج، مرتبط با مناسک حج. و اون آیات 124 به بعد از سوره مبارکه بقره هست که در پایان جزء اول، حدود پایانی جزء اول قرآن کریم ذکر میشه که به اون آیات هم خواهیم پرداخت. هم آیاتی که در آیات 124 به بعد تا حدود 134 5 حتی میتونیم تا آخر جزء اول حساب بکنیم این آیات رو، درباره حج به صورت غیر مستقیم صحبت میشه. و همچنین آیاتی که گفتیم از آیه 196 تا 203 از سوره مبارکه بقره با سخن میگه درباره حج به صورت مستقیم. و همچنین در سوره مبارکه حج که مسماست به این عنوان حج، که سوره حج هست، کلا نامش حج هست، در این باب هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اما مناسب میبینم که در ابتدای این صحبت و سخن از آیه شروع بکنیم که در سوره مبارکه آل عمران قرار گرفته در 96مین ترتیب این آیات، یعنی آیه 96 سوره مبارکه آل عمران هست و در امتدادش آیه 97 هم مرتبط به موضوع حج و حکم حج در آیه 97 ذکر میشه. اما آیه 96 آیه است که اشاره میکنه به بزرگترین شعار، بزرگترین نشانه و علامت حج که همون کعبه مشرفه است. آیه‌ای که در موضوع حج و در باب حج
از آیات کلیدی است که باید حتما به اون اشاره بشه و درباره اون صحبت بشه. آیه‌ای که سعی کردیم تا تصویری رو که خدمت شما میرسه هم مزین بکنیم به این آیه و بالای سر من نوشته شده. آیه 96 سوره مبارکه آل عمران هست. الله متعال در این آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. همانا اولین خانه ای که برای انسانها، برای عبادت انسانها در روی زمین بنا شده، اون خانه است که در بکه هست. اولین خونه ای رو که الله تعالی میفرماید من برای عبادت انسانها این خونه رو روی زمین قرار دادم، خونه است که در بکه هست. بکه نام دیگر مکه است. تا همین بخش آیه رو اجازه بدید که با دقت بیشتری بهش بررسی کنیم، بهش نگاه کنیم و دقت کنیم دربارش. الله متعال میفرماید که اولین خونه‌ای که وضع شده برای عبادت تمام انسان‌های روی زمین، انسان‌هایی که در دنیا وجود دارن، خونه‌ایه که در مکه است. اشاره به این مکان داره، اشاره به یک خانه داره، با اون کعبه است، با اون خونه‌ای که مشرف و مزین به بیت الله اضافه شده به لفظ جلاله به نام الله، خانه الله، بیت الله، بیت الحرام، بیت العتیق، اسمهای مختلف کعبه مشرفه است. اولین خانه‌ای که برای عبادت انسانها روی زمین بنا شده، اولین عبادتگاه روی زمین، اولین مکانی که اختصاص داده شده به عبادت الله تعالی و نسبت داده شده به الله تعالی به خاطر تشریفش، تکریمش و عظمتش، بیان جایگاهش. خانه کعبه قبل از ابراهیم علیه السلام، اون چیزی که ما فکر میکنیم ابراهیم علیه السلام اول بار خانه کعبه رو بنا کرد، اما تاریخ کعبه برمیگرده به قبل از ابراهیم علیه السلام و گفته میشه که از زمان آدم علیه السلام وقتی که فرود آمد به زمین در این مکان مشغول عبادت بود و خیمه ای داشت از فیروزه که در اون عبادت میکرد در مکان خانه کعبه فعلی. و بعد از اون که آدم علیه السلام وفات کرد، فرشتگان اون خیمه رو بردن و به جای اون بعدها در زمان حضرت شیث علیه السلام یک 4 دیواری ساخته شد و این مسیر ادامه پیدا کرد و در طوفان نوح غرق شد و رفت و بعد در زمان ابراهیم علیه السلام تجدید بنا شد. در روایت از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که یا رسول الله، اولین مسجدی که روی زمین ساخته شد چی بود؟ محل سجده، محل عبادت، اولین عبادتگاه. فرمودن مسجد الحرام، مسجدی که کعبه قلب اونه و مکه مکرمه مشرفه به این خانه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة، اولین خونه‌ای که برای عبادت انسانها در طول تاریخ ساخته شده کعبه است. الله متعال میفهمد این خونه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة، اون خونه است که در بکه هست. بکه گفتیم نام دیگر مکه است. به خاطر این به مکه بکه هم گفته میشه که در همکوبنده ظالمین بوده در طول تاریخ. بکه یعنی چیزی که
در هم میکوبه. یک از صفات و نامهای مکه است. در طول تاریخ هر شهری، هر شخصی که، هر گروهی که قصد اهانت و دست درازی و گستاخی به این شهر داشتن در هم کوبیده شدن. داستان ابرهه معروف و مشهوره که الله متعال سوره به اسم فیل در قرآن کریم ذکر میکنه که حکایت اصحاب فیله. شخصی چشم دیدن کعبه رو نداره، اولین خونه‌ای که برای عبادت انسانها روی زمین ساخته شده و بدون شک مشرفترین و با عظمت‌ترین و مقدسترین مکان روی زمینه و قصد تخریبش بلند میشه از یمن با لشکرش. ابرهه نامی با لشکری از فیل میاد برای تخریب بیت الله الحرام، برای تخریب اول بیت وضع للناس. به خیال باطل خودش میاد تا کعبه رو خراب بکنه و در مسیر قبل از این که برسه به نزدیکی های مکه لشکر خودش رو الله متعال از آسمون پرندگان کوچکی به اسم ابابیل رو میفرسته، شبیه پرستوهای مناطق ماست. در منقار و در چنگال هاشون گل های خشک شده ای دارن، بسیار کوچک، شاید به اندازه نخودی بیشتر نبوده باشه. اینها رو از بالا بر سر این افراد میندازن. نخود نگو، گل خشک شده نگو، موشک بگو که هر کدوم از اینها وقتی که به سر این افراد فرود میاد همه رو از بین میبره. الله متعال میفرماید اونها رو فجعلهم کعصف مأکول، مثل اون گیاهی که گوسفندی، حیوانی خورده باشه، جویده باشه و تف کرده باشه، اینطوری شدن. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ندیدی الله تو با اصحاب فیل چیکار کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا اون نقشه و تدبیر اونها رو در ضلالت و گمراهی نگذاشت؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، فرستاد ابابیل رو به سراغ اونها، ترمیهم بحجارة من سجیل، با یک گله های خشک شده ای که شبیه سنگ بود، اینها رو با سنگ ریزه های از گله های خشک شده سفتی اینها رو مورد هجوم قرار دادن و هلاک کردن و به مانند علف جویده شده ای شدن. این مکه است، این شهری است که الله متعال در اون باره فرمود هر کسی که اراده گناه و تعدی و تجاوز و اهانت به این مکان داشته باشه، مجرد این که فقط اراده بکنه، الله تعالی فرمود نذقه من عذاب علیم، من از عذاب دردناکی اون رو میچشونم. خط سرخ الله تعالی است. اینجا محدوده ایه که الله تعالی اجازه نمیده کسی بخواد اینجا بیاد و گستاخی بکنه. کسانی که دشمن کعبه هستن، کسانی که دشمن کعبه، مخالف توحیدن، مخالف رونق اولین خونه ای که برای عبادت الله تعالی روی زمین بنا شده، الله تعالی اونها رو مهلت نمیده. نذقه من عذاب علیم، از عذاب دردناک اونها رو میچشونم. برگردیم به آیه 96 آیه سوره مبارکه آل عمران. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، همون خونه است که در مکه است، همون خونه است که در بکه است، اون شهری که در هم میکوبه متجاوزین خودش رو. این خونه مبارکه، خونه مبارکه. ان اول بیت، این اولین خونه ای که برای عبادت انسان ها روی زمین بنا شده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اون خونه ای که مبارکه، برکت ها میاد. این خونه خودش مبارکه، حرمی که این خونه درش هست مبارکه، اون شهری که این خونه قلب تپنده اون شهر مبارکه، اون امتی که این خونه قبله اونه مبارکه. هر چیزی که به این خونه نسبت پیدا میکنه مبارک میشه، چون خودش مبارکه. برکت ها داره، برکت هاش سرشاره. برکت هایی که ماحول کعبه است بر هیچ کسی پوشیده نیست. آب زمزمی داره که هزاران سال روزانه هزاران لیتر ازش آب خارج میشه، چاهی که
چند هزار سال هنوز خشک نشده، در حالی که چاهای دیگه شهر مکه همه خشک شدن. این برکته، این مبارکه. زمزمش شفاست، زمزمش به هر نیتی که نوشیده بشه درمان میکنه، استجابت میکنه اون نیت رو. مبارکه. طعام تؤمن، به جای غذا هم میشه ازش استفاده کرد. تنها بهترین آب روی زمینه، چون کنار کعبه است، چون کنار اولین خونه ایه که الله تعالی برای عبادت انسانها اون رو قرار داده. این خونه مبارک، انسان که اونجا میره تبرک میگیره، دینش برکت پیدا میکنه، دنیاش برکت پیدا میکنه. در مکه ای که هیچ درختی میوه آنچنانی نمیده، گرماش، آب و هواش اصلا شاید برای رشد هیچ گیاه و میوه مناسب نباشه، بهترین میوه های عالم اونجا یافت میشه. این برکته، این برکتی که الله تعالی گذاشته برای این سرزمینش. مبارکن و هدی للناس و هدی للعالمین. و این خانه اولین خونه است که به خاطر عبادت ساخته شده. این صفت اولش. دوم، مبارکه، خونه مبارکه، سر تا پاش برکت، همه چیش برکته. مبارکتر از خودش روی زمین نداره. خانه کعبه، خانه الله، اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان‌ها روی زمین قرار داده شده، مبارکتر از خود مکانی در عالم نداره. این رو الله کعبه می‌فرماید. این خانه مبارک، این مکان مقدسه. چون این خانه در این شهر قرار گرفته، این شهر هم مقدسه. این شهر مقدس ترین مکان روی زمینه. اون مسجدی که این خونه اونجاست مقدس ترین مسجد دنیاست. هر نماز به 100,000 نماز، هر عبادت 100,000 عبادت جای دیگه حساب میشه. و حتی علما و مفسرین گفتن که صدقه در این شهر به 1 دینار معادل 100,000 دینار جای دیگه است. چون کعبه اونجاست، چون مبارک. این شهر که کعبه دلشه، که قلبش کعبه است، این شهر رو الله تعالی فرمود ولتنذر ام القرى. در آیه 92 سوره انعام فرمود این شهر ام القرى است، مادر سرزمین هاست، چون کعبه اینجاست. چون اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان ها روی زمین ساخته شده اینجاست. اینجا کعبه است، اینجا مسجد الحرامه، اینجا حرم مکی است، اینجا مکه مکرمه است، اینجا ام القری است. و نه تنها در روی زمین مقدسه که سقفش تا آسمان دنیا، آسمان اول، دوم، آسمان های دیگه که هستن، بر دقیقاً سقف کعبه زمین کعبه دیگه تو آسمان هاست. در سوره طور آیه 4 الله متعال از یک 4 دیواری دیگه ای سخن میگه در آسمان ها به اسم بیت معمور. قسم میخوره به اون خونه، والبیت المعمور، و قسم به اون خونه آبادی که در آسمان هاست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر اون خونه بیفته روی زمین، بر سقف کعبه شما فرود میاد. اون کعبه آسمانه برای زیارت فرشتگانی که تو آسمان ها هستن. و حضرت علیه السلام فرمود روزی 70,000 فرشته برای عبادت داخلش میشن و وقتی که خارج میشن تا قیامت نوبت به اونها نمیرسه. اون بیت معموره، این بیت الله روی زمین و بیت معمور در آسمان. اینجا مکه مکرم است. اینجا اولین خانه‌ای که برای عبادت آسمان ها و برای عبادت زمینیان ساخته شده اینجاست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. خانه‌ای با این صفات، خانه‌ای با این عظمت، با این برکت، با این سابقه تاریخی که اولین خانه‌ایه که برای عبادت در عالم ساخته شده، اولین عبادتگاه
انسان ها بر روی زمینه که الله متعال اینجا رو انتخاب کرده. اینجا باید باشه کعبه، اینجا باید باشه قلب زمین، اینجا باید باشه قطب عالم. اینجا کعبه است. چرا که اینجا محل هدایت عالمیانه. اینجا انسان ها در عالم مسیر هدایت رو پیدا میکنن. کعبه راه هدایته، مسیر هدایته، تا کسی که به سمت هدایت میره ره گم نکنه، تا بفهمه که مسیر هدایت آخرش باید به کعبه برسه، تا بفهمه که اگر طالب راه مستقیمی باید بگی اهدنا الصراط المستقیم، خدایا منو به راه راست برسون، به راه مستقیم هدایت کن، من رو برسون به اون راه. البته قبل از اینکه این آیه رو به زبان بیاری باید به سمت کعبه، به سمت مکه، به سمت این حرم رو کنی. اونجا وقتی که رو کردی به سمت کعبه دعای استقامت کن، دعای رسیدن به هدف داشته باش. اگر میخوای بفهمی که آیا به مسیر راست داری میری، به بیراهه نمیری، راهی که تو میری تو رو به ترکستان نمیرسونه، نشانیش کعبه است. ببین چقدر کعبه برات مقدسه، چقدر برات عزیزه. آیا مکان دیگری در عالم هست که اونو بر کعبه ترجیح میدی؟ آیا مکانی هست در دنیا که فکر میکنی اون عظمتش، برکتش، قداستش از مکه، از کعبه، از مسجد الحرام بیشتره؟ اگر این گونه فکر کردی ره به ترکستان بردی، گمراه شدی. چون الله تعالی فرمود که هدایت اینجاست. اگر کعبه رو به عنوان مقدسترین مکان روی زمین، مسجد الحرام رو به عنوان مقدسترین مکان روی زمین، فضیلت این مکان، برکت این مکان، قدسیت این مکان رو قبول نکردی، اون موقع دیگه تو دشمن کعبه ای، اون موقع دیگه تو خودت یک ابرهه ای، اون موقع دیگه خودت با اولین عبادتگاهی که الله تعالی به خاطر عبادتش روی زمین بنا کرده مشکل داری. اون موقع دیگه تو حج هم برات مهم نیست، عمره هم برات مهم نیست، مسجد الحرام هم دیگه برات مهم نیست. این آیه اولین آیه‌ای که در این باب من دوست داشتم صحبت رو با اینجا آغاز کنیم، چون خیلی مهمه. شناخت تاریخ حج از کجا شروع شد؟ حج ماحول همین مکان میچرخه، حج ماحول این خونه میچرخه. حج بعد از این آیه 96 که الان از سوره مبارکه آل عمران خدمت شما بیان کردیم، آیه بعدی الله تعالی از حج سخن میگه که انشاءالله اون رو در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر میکنم. در برنامه بعدی درباره آیه 97 صحبت خواهیم کرد، آیه که بعد از این آیه است. الله تعالی فرمود اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان‌ها در زمین قرار داده شده خونه‌ای که در بکه هست. یعنی چی؟ مواظب باشید با این شهر دشمنی نکنید که تباه میکنه شما رو، از بین میبره شما رو. مبارک و هدایتی است برای عالمیان. آیه بعدی رو در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد. الله یار و نگهدار شما. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بیان خصوصیات ایمان، اسلام و احسان.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. در صحیح بخاری حدیث شماره 4777 و صحیح مسلم حدیث شماره 8 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به میان مردم آمدند. مردی به حضورشان رسید و پرسید: ایمان چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ایمان آن است که به الله عزوجل و فرشتگان و رسیدن به حضور الله عزوجل در روز قیامت و رسالت پیامبران و زنده شدن بعد از مرگ باور و اعتقاد قطعی داشته باشی. آن مرد پرسید: اسلام چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اسلام آن است که الله عزوجل را پرستش کنی و هیچ شریک و انبازی برای او قرار ندهی، نماز فرض را به نحو احسن به جا آوری، زکات واجب را بپردازی و ماه رمضان روزه باشی. آن مرد پرسید: بهترین و خالصترین عبادت کدام است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خالصانه ترین عبادت آن است که عبادت الله عزوجل را با حالتی انجام دهی که تصور کنی در حضورش ایستاده ای، انگار او را مشاهده می نمایی، و اگر تو الله عزوجل را نمی بینی حتما او تو را می بیند. آن مرد پرسید: روز آخرت چه وقتی است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من در این مورد از تو عالمتر نیستم، ولی علامت و نشانه های آن را برایت ذکر می نمایم. وقتی که مادر به صورت کنیز اولادش درآید و اولاد نسبت به مادرش بی‌ادب شود و مانند کنیز با او رفتار نماید. نشانه دیگران است که افراد جاهل و نادان و تازه به منصب و دوران رسیده با پول و ثروتی که به دست می آورند بر دیگران فخر می فروشند و به حق آنان تجاوز می نمایند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 5 چیز است که جز الله عزوجل کسی به آنها علم و آگاهی ندارد. آنگاه این آیه را تلاوت کردند: إن الله عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم به آمدن روز آخرت تنها پیش الله عزوجل است و الله است که باران را نازل می کند و می داند که در رحمها چه وجود دارد و کسی نمی داند فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی داند در چه جا و مکانی خواهد مرد. پس از این سوال و جواب آن مرد از حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خارج شد و رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او را به نزد من بازگردانید. وقتی که خواستند او را برگردانند کسی را ندیدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این مرد جبرئیل بود، آمده بود تا دین را به مردم یاد بدهد. پایه‌های اسلام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. در صحیح بخاری حدیث شماره 8 و صحیح مسلم حدیث شماره 20 از ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اسلام بر 5 اصل پایه‌گذاری شده است. اول گفتن کلمه شهادتین و اقرار به این که جز ذات الله هیچ کسی شایسته پرستش نیست و اعتراف به این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده و پیامبر الله عزوجل است. دوم برگزاری نماز فرض به نحو احسن. سوم دادن زکات واجب. چهارم انجام مناسک حج برای کسانی که قدرت مالی و جسمی را دارند. پنجم روزه ماه رمضان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
خدمت همه عزیزان و بزرگواران، خصوصا عزیزانی که تصمیم و اراده حج بیت الله الحرام را دارند، خدمت همه بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه درس های از حج یا برنامه دروس حج خوش آمدید میگویم. بدون شک حج یکی از ارکان اسلام و یا از ارکان مهم و اساسی اسلام هست. در این برنامه نمیخواهیم پیرامون مسائل فقهی حج و یا مسائل چگونگی اجرای حج و اعمالی که در حج صورت میگیره، در این مسائل صحبت نمی شود. فقط پیرامون این که ما از این سفر خود چی درس میگیریم، در این سفر ما چی دروسی نهفته هست. قبل از این که پیرامون درس های حج وقتی یک حاجی حرکت میکنه از خانه خود، از راههای دور و نزدیک قصد و اراده رفتن به بیت الله الحرام را، کعبه معظمه و مشرفه را، سرزمین مکه مکرمه را می نماید، واضح و مسلم هست احرام می بنده، نیت و احرام و تلبیه و طواف و صفا و مروه و منا و عرفات و مزدلفه و ذبح و این مسائل را اجرا میکنه. حالا در هر یک از اینها دروسی نهفته هست. قبل از این که بریم به سراغ دروس این اعمال و این اجرای مراسم، باید از اینجا شروع کنیم که وقتی که تو عزیزی که عازم این سفر مبارک می شوید و سالها هم گفتید که من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، حالا باید در قدم اول این را بفهمی و بدانی که من سالها گفتم ملت از ابراهیم خلیل الله دارم. ابراهیم کیست؟ ابوالانبیا. نقش ابراهیم علیه السلام، جایگاه ابراهیم علیه السلام در سرزمین مکه چی جایگاهی داشت و نقش ابراهیم علیه السلام چی بود؟ و این که تو عزیزی که پای خود را در جای پای ابراهیم علیه السلام و خیلی از انبیاء علیهم السلام خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم میگذارید، حالا باید اول ابراهیم علیه السلام را بشناسیم. ابراهیم علیه السلام وقتی میگیم این را بشناسیم، باز هم بحث ما پیرامون این نیست که ما بیاییم سیره ابراهیم علیه السلام را بیان کنیم، کی بود، چگونه تولد شد، چگونه رشد کرد، چون بحث ما دروس حج هست. حالا برادر و خواهری که عزم و اراده این سفر مبارک داره
و سالها هم گفته من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، ابراهیم علیه السلام با حج چی ربط و ارتباطی دارد؟ در قرآن وقتی که نگاه میکنیم، قرآن اشاره میکنه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین، اولین خانه‌ای که الله سبحانه و تعالی بنا کرد و در اینجا در این خانه فیه آیات بینات، در اون نشانه های واضح و آشکار، فیه آیات بینات مقام ابراهیم. الله از کعبه سخن میگوید، باز هم نام ابراهیم می آید علیه السلام. وقتی حاجی طواف میکنه بازم در ذهنش خطور میکنه که فیه آیات بینات مقام ابراهیم. طوافش تمام شد، حالا 2 رکعت نماز واجب بعد از طواف که خوانده میشه، باز هم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، باز هم نمازی که بعد از طواف خوانده میشه، باز هم الله سبحانه و تعالی میگه شما از به اصطلاح پشت مقام حضرت ابراهیم، یعنی مقام ابراهیم علیه السلام و کعبه پیش روی شما باشه. بازم بحث از ابراهیم علیه السلام. وقتی نماز هم تمام شد، انسان طواف کرد، بعد از نماز خواند، میآید طرف آب زمزم و این آبی که بعداً پیرامون دروسی که در نوشیدن آب زمزم نهفته هست در برنامه بعدی انشاءالله بیان خواهد شد. باز هم وقت نوشیدن آب زمزم انسان به یاد ابراهیم و خانواده ابراهیم علیهم السلام میفته. صفا و مروه، باز هم ان الصفا والمروه من شعائر الله، باز هم به یاد ابراهیم، خانواده ابراهیم. به هر حال حتی در مراسم دیگری که اجرا میشه در منا و عرفات و مزدلفه، خصوصا در منا به یاد ابراهیم و خانواده ابراهیم علیه السلام. پس این را دانستیم که ارتباط ابراهیم علیه السلام با سرزمین مکه مکرمه یک ارتباط تنگاتنگ، ارتباط نزدیک که الله سبحانه و تعالی این ارتباط را برقرار کرده بین مکه مکرمه و شعائر اسلامی که در آنجا هست و بین ابراهیم و خانواده ابراهیم علیهم السلام. حالا تا اینجا خلاصه و فشرده دانستیم که ارتباط ابراهیم علیه السلام با سرزمین مکه مکرمه. ابراهیم علیه السلام با این سرزمین ارتباط داره و من و شما ارتباط داریم با ابراهیم علیه السلام که میگیم ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. پس باید بفهمیم این ابراهیم علیه السلام این جایگاه را از کجا کسب کرد و ما که سرباز مکتب ابراهیم علیه السلام هستیم از این سفر چی دروسی میگیریم؟ قرآن ابراهیم علیه السلام را با او اوصافی که داره با ما بیان میکنه. ما باید اوصاف ابراهیمی و شعار ابراهیمی باید در زندگی ما پیاده بشه. او اوصاف چیست و او شعائر چیست که الله بیان میکنه؟ انشاءالله بعد از یک میان برنامه اوصاف و او شعار ابراهیم علیه السلام که از اعماق دلش سرچشمه میگریفت
بیان می شود. با ما باشید. مجددا خدمت همه عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اوصاف ابراهیم علیه السلام رو گفتیم. ابراهیم علیه السلام این جایگاه و این قرب و منزلت رو به نزد الله سبحانه و تعالی چگونه به دست آوردن؟ قرآن می فرماید ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولكن کان حنیفا مسلما. ابراهیم علیه السلام یهودی هم نبود، نصرانی هم نبود، بلکه حنیف بود و تسلیم به پروردگار عالم بود. حنیف چی معنا؟ حنیف این که همه شرک و خرافات و بدعات را پشت سر گذاشتن و حرکت کردن رو به طرف توحید و یکتاپرستی و به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی. حالا تو عزیزی که و تو کسی که و تو حاجی که تو خواهر و برادری که این عزم و اراده را داری، باید که وقتی طرف این سرزمین حرکت می کنید نگاه کنید که ابراهیم یهودی نبود، نصرانی هم نبود. نگاه کنید که یهود اوصاف خبیثه و رذیله داره. باید اوصاف یهود از زندگی ما، از دل ما، از فکر ما باید دور بشه. از جمله اوصاف یهود بخل و کینه و بغض و عداوت و دشمنی و حسادت و حب دنیا و حب مال و حب جا و زندگی دنیا را ترجیح دادن بر آخرت. ابراهیم علیه السلام چنین نبود. حالا وقتی که حرکت میکنید رو به طرف سرزمینه که در آنجا ابراهیم علیه السلام قدم زده، ابراهیم علیه السلام نقش داشته، ابراهیم امام موحدین، امام الانبیا علیهم السلام، ابو الانبیا، خلیل، دوست پروردگار عالم. پس درسی که ما از این سفر در ابتدا میگیریم، ما باید ابراهیمی واقعی بشیم. اعمال ما اعمال ابراهیمی بشه، توحید ما، یکتاپرستی ما، همه اینها باید رنگ و بویی از ابراهیم علیه السلام داشته باشه. ابراهیم علیه السلام وقتی میبینیم فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. ابراهیم علیه السلام ستاره ها دید، گفت اینها پروردگار هست؟ نه، اینا پروردگار نیست، اینا افول میکنه، اینها از بین میره. قمر دید که این هم پروردگار نیست. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. خورشید دید، گفت این از همه بزرگتر، این پروردگار هست. اما وقتی دید که این هم افول کرد، این هم غروب کرد، این هم از بین رفت، روشناییش ناپدید شد، گفت نه، اینها پروردگار نیستن، اینها لیاقت این را ندارن که اینها سجده بشن. چی گفت ابراهیم علیه السلام؟ ابراهیم علیه السلام گفت اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. همه توجه من طرف اون ذات است که خالق زمین و آسمان هست. ابراهیم علیه السلام
گفت که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ابراهیم علیه السلام گفت که نماز من، حج من، حیات من و ممات من همه برای خداست. همه زندگی من، همه عبادات من، آن ذاتی که لا شریک له، شریکی ندارد، مثل ندارد، مانند ندارد. ابراهیم علیه السلام بتها را شکست. ابراهیم علیه السلام ذات یگانه را درست شناخت. پس درسی که ما از این سفر میگیریم، وقتی نیت و اراده حج را در ذهن و فکر ما پیدا میشه، ما باید به این فکر باشیم که ابراهیم علیه السلام چگونه ارتباط با سرزمین مکه داره؟ بسیار ارتباط نزدیک. و ما با ابراهیم علیه السلام چگونه ارتباطی داریم؟ خیلی نزدیک. ملت از ابراهیم علیه السلام، قرآن ابراهیم را برای ما اسوه معرفی کرده. ابراهیم علیه السلام اسوه هست برای همه ما. پس ما باید شعار ما شعار ابراهیمی بشه، فکر ما فکر ابراهیمی بشه، اندیشه ما اندیشه ابراهیمی بشه. ابراهیم علیه السلام را مطالعه کنیم، ابراهیم علیه السلام سیرتش را بخوانیم، ابراهیم علیه السلام را در تمام عرصه ها. شما قرآن را وقتی ببینیم، الله سبحانه و تعالی چنان وصفی از ابراهیم علیه السلام، چنان وصفی از خانواده ابراهیم علیه السلام، چنان وصفی از این شخصیت داره، چون ابراهیم علیه السلام همیشه مبارزه میکردن با بت و بت پرستی، با شرک و خرافات. ابراهیم علیه السلام قربی که به نزد الله سبحانه و تعالی پیدا کردن به این که موحد بودن، یکتا پرست بودن. و این شعارشان بود که اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. در جاهای دیگر میگفتن اینی بریئم، من بیزارم از شرک، بیزار هستم از اعمالی که آلوده به شرک باشه، بیزار هستم از اعمال و عباداتی که رنگ و بوی مشرکانه داشته باشه. حنیف بودن. پس باید همه ما حنیف باشیم. همه ما باید شرک و خرافات و بدعات را پشت سر انداخته و حرکت کنیم به طرف توحید و یکتاپرستی و عقیده صحیح و سالم. به هر حال خوشا به حال تو خواهر و برادری که عزم و اراده حج بیت الله الحرام را دارید. تو کسی که در دلت ذوق و شوق حرمین شریفین هست. پس درس اولی که ما از این سفر میگیریم، باید زندگی ما و اعمال ما رنگ و بوی ابراهیمی داشته باشد. پروردگار عالم به همه ما توفیق بده که همان گونه که ابراهیم علیه السلام تمام اعمالش خاص به خاطر الله بود، الله اعمال ما را هم خالصانه و مخلصانه بگردانه. همانطوری که ابراهیم علیه السلام مبارزه میکرد با شرک و با مشرکین و با اهل بدعت و اینها، ما هم راه ابراهیم علیه السلام را داشته باشیم، ما هم مبارزه داشته باشیم، ما هم با شرک و با اعمال شرکانه و با بدعت و با اعمالی که رنگ و بوی بدعتی داره، ما هم مبارزه داشته باشیم. چون ما میگیم در مکتب ابراهیم،
وقتی اجتماع بزرگی که در مکه مکرمه در اونجا همه جمع می شوند، شاید در کشورهای مختلف یکی بگه من شافعی ام، یکی بگه من مالکی ام، یکی بگه من حنیفی ام، یکی بگه من حنبلی ام، فلانم و فلانم و فلان. وقتی در مکه مکرمه همه که جمع می شوند، کسی نیست که بگه من ملت از ابراهیم علیه السلام ندارم. همه میگن ما ملت از ابراهیم داریم. همه میگن که ما شاگرد مکتب ابراهیم علیه السلام هستیم. پس باید ما دروسی که از این سفر میگیریم اینه که ارتباط ابراهیم علیه السلام با سرزمین مکه و ارتباط امت اسلامی با ابراهیم علیه السلام. الله سبحانه و تعالی همه ما را پیرو واقعی ابراهیم علیه السلام و نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داشته باشه، تا اینکه وقتی ما این بزرگان را برای ما اسوه و الگو باشن، ما خوشبخت دنیا و آخرت هستیم. اگر از این بزرگان جدا شدیم و اعمال ما سرچشمه از قول و گفتار و کردار این بزرگان نبود، به پیشگاه الله ارزش نداره. پروردگار عالم ما را در خط و مشی ابراهیم علیه السلام برای همیش ثابت قدم داشته باشد. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون درس های حج هست، همه شما را به خدای یگانه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سختگیری در دروغ بستن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. در صحیح بخاری حدیث شماره 106 از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سخنی را به دروغ به من نسبت ندهید، زیرا کسی که به دروغ سخنی را به من نسبت دهد وارد آتش می شود. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. و در صحیح بخاری حدیث شماره 1291 و صحیح مسلم حدیث شماره 4 از مغیره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند: دروغ گفتن از قول من مانند دروغ گفتن از قول کسی دیگر نیست. کسی که عمدن دروغی را به من نسبت دهد باید جای خود را در دوزخ آماده سازد. محور اعمال مسلمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى،
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. در صحیح بخاری حدیث شماره 6689 و صحیح مسلم حدیث شماره 6953 از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت شده که فرمود: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند ثواب هر کاری به قصد و نیت آن بستگی دارد و پاداش کار هر انسانی بستگی به نیت او دارد. کسی که به خاطر کسب مال دنیا و یا ازدواج با زنی مهاجرت کند، یعنی از محل اقامت و دیار خود دور شود، این هجرت و دوری او به منظور رسیدن به همان خواسته درونی اوست و ارزش معنوی ندارد. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد و النعمة لك والملک لا شریک لك. اینجا در این تظاهرات شعار چیه؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد و النعمة لك والملک لا شریک لك. در اینجا دیگه هیچ شعار دیگه ای نیست. اینجا دیگه مرگ بر فلان و مرگ بر علان نیست. اینجا نمیدونم زنده باد فلان و درود بر فلان و فلان از این حرفا نیست. این در این تظاهرات میلیونی، در این تظاهراتی که بعضی از افراد اینجا هستند و تمام امت 1.5 میلیارد مؤمن در این تظاهرات شرکت کردند، یک شعار هست، شعار توحید، شعار لبیک اللهم لبیک. این لبیک مهمتره حتی از به سلامت، حتی از حال و اخبار پرسیدنت. حال و اخبار توی مؤمن چیه؟ چطورید؟ شما خوبید؟ سلامتید؟ نمیخوام آقا خوبید سلامتید، میخوام توحید. میخوام ای مؤمن تو مؤمنی، تو خدا رو پرستش میکنی، تو غیر از خدا کسی رو قبول نداری، منم همینطورم، منم غیر از خدا کسی رو قبول ندارم. صحت من، جسم من، سلامتی من، حال و اخبار من اینه که من ابراهیمیم. توی مؤمنم ابراهیمی هستی؟ بله منم ابراهیمیم. من و تو همگامیم، در این مسیر همراهیم. با کی همراهیم؟ با پیامبران همراهیم. در اینجا که میریم، هر جا که میریم، اینجا پیامبران بودن، در اینجا ابراهیم بود، در اینجا هاجر بود. اینجا که من و تو مسعی میریم، اینجا یاد هاجر است. میریم زمزم مینوشیم، اینجا ذکر اسماعیل، هاجر. قربانی میدیم، الله قربانی میدیم، اون صحنه ابراهیم و اسماعیل رو بیاد میاریم. میاییم زمزم میخوریم، حکایت زمزم و پدر بزرگ پیامبر عبدالمطلب رو بیاد میاریم. میاییم در این کعبه، در این مکه، بوی عطر پیامبر رو استشمام میکنیم. حالا میخوایم بریم اینجا چی کار میخوایم بکنیم؟ میریم برای رکن 5 دینمون، اسلام بر 5 رکن، بر 5 ستون استواره. تا نکنه فکر کنیم که اسلام همین 5 ستونه.
بله، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، بر پایه نماز، عطا و اومدن زکات، دادن زکات نه، زکات، ایتاء و زکات، ما میگیم پیش زکات، یعنی ادای این زکات به اون شیوه. روزه رمضان، حج البیت برای اون کسی که تواناییش داره، اینا جزئی از اسلامه. اسلام فراتر از ایناست. صله رحمش اسلامه، خوش اخلاقیش اسلامه، این لبخند من روی شما اسلامه، مال حلال اسلامه. ای مؤمنی که میخوای بری حج، اولین نقطه نگاه کن. تو میری حج، باید از این وحشت داشته باشی که وقتی میگی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، نشه که یک ملائکه از اون بالا بگن که خاک به سرت، لا لبیک ولا سعدیک، نه لبیک تو خواستیم، نه خوشی و سعادت تو، نه هیچی تو نخواستیم، حجک مردود علیک، این حج تو بزنه به سرت. چرا؟ مالت حرام، اومدی پیش خدا، خدا رو میخوای گول بزنی؟ خاک به سرت با همون حجت. چه باید بکنم؟ هیچ. اولین نقطه که وقتی من میرم پیش خدا، باید خودم رو شستشو بدم، باید خودم رو با مال حلال بیارم. یه لقمه حرام وقتی میره توی شکم انسان، تا 40 روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند هیچ عملی ازش قبول نمیشه، هیچ نمازی قبول نمیشه، هیچ دعایی قبول نمیشه، هیچ عبادتی قبول نمیشه. پس اولین چی؟ مالم از کجا اومده؟ این پولی که میرم حج، این پول ربای بانکی نیست، پول گول زدن مردم نیست، پولی نیست که من از حرام به دست آوردم، پول حلال است. اگر با حلالم اومدم، گفتم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آسمون ها به صدا در میان، ملائکه میگند لبیکت قبوله، لبیک و سعدیک، و حجت قبول درگاه حقه، حجک مبرور. حج مبرور یعنی چی؟ خدای منان چقدر مهربونه، چقدر به ما لطف داره، برای ما فرصت ها میده، فرصت میده که آقا نماز تا نماز کفاره ما بینهماست، هر چی که بینشون شد حق الله رو خداوند میبخشه، جمعه تا جمعه خداوند میبخشه، رمضان تا رمضان خداوند این رو کفاره بین خودشون کرده، عمره تا عمره کفاره است. اما نفرمودن حج تا حج کفاره است، نه 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 نه، فرمودن الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. الله، یه فرصت یه بار میری حج، هر سال حج نیست، تمام عمرم حج نیست، یه باره، یه سفر عمره، سفر حج، یه بار میری حج، هیچ جزایی نداره، هیچ پاداشی نداره نزد خداوند متعال مگر بهشت. یک عبادته، یه بار در عمر رحمت خدا رو ببین. خدا دنبال یه بهانه‌ایه که من و تو رو ببخشه. حاجی مغفور له هست، کسی که میره به حج خداوند ازش در میگذره، و از هر کسی که حاجی براش دعا کنه خداوند از اونم در میگذره. این فضای حج. حضرت عمر رضی الله عنه میره به حج، میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسب اجازه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بهش میگن لا تنسانا من دعائك یا اخی، لا تنسانا من صالح دعائك یا اخی. اینو به هر مؤمنی که میره به حج بگیم. ای برادر مؤمن من که داری میری به حج، در دعای نیکت منو از یادت نبر. در اونجا رفتی برای خودت دعا کردی، برای منم دعا کن.
اونجا جایی است که دعا رد نمیشه، رفتی به خانه خدا. ما وقتی میریم خانه هم دیگه هیچ وقت صاحب به ما توهین نمیکنه. اگر خون بین ما باشه، پدرکشتگی هم داشته باشیم، وقتی میریم خونش میبخشدمون، میگه اومده خونه من چی کار کنم؟ نبخشمش؟ چی میشه؟ این از مروت نیست، از شهامت نیست، از مردونگی نیست. حالا من میرم خانه خدا، گناه دارم، بله خیلی گناه کردم، بدی ها دارم، بله خیلی بدی ها کردم، اما رفتم خانه خدا. آیا امکان داره اصلا تصورش میشه که خداوند کسی که رفته خانه خدا اونو نبخشه؟ ای بنده من بخشیدمت، خدایا بارلا لطف دارید منو بخشیدید، اما برادرم فلانی ها اونم ببخش، از اونم در بگذر. بنده من برو، از تو رو بخشودم و هر کسی که تو اومدی اینجا براش دعای مغفرت میکنی همشون رو بخشیدم. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونور الهدى والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. رفتیم به حج، اومدیم اینجا میگیم لبیک اللهم لبیک، نیومدیم؟ خب همراه حاجی ها که هستیم، این فضا فضای حج هست. توی حاجی خوش به حالت، تو حجی، تویی که خداوند این فرصت رو بهت نداد، تو هم در حجی، در حج قلبت، با مشاعر و احساسات همراه حاجی هستی. نیتت اینه که با حاجی می بودی اما نشد، مال و ثروت نداشتی، صحتت اجازه نداد، قوانین ظالمان مستبدی که حاکم بر نظام هستن اونا اجازه ندادن، شیطان ها نگذاشتن. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرن به تبوک، غزوه است، مؤمنانی میان که یا رسول الله ما رو هم با خودت ببر، اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم لا اجدکم ما احملکم علیه، هیچی دستم نیست که شما رو با خودم ببرم، نه آذوقه ای هست، نه راحله ای هست، نه اسبیه، نه الاغیه، شما رو چطور ببرم؟ بر بیگردن و عیونهم تفیض من الدمع، اشک در چشماشون گره خورده. ای کاش میتونستیم همراه رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشیم. پیامبر میرن، مؤمنانی همراهش هستن، تو اون گرمای هوا، تو اون سختی راه، این همه مسافت طولانی، این کوه ها، این دره ها، این سختی ها، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیاران میگه ای شاگردان من، ای یاران من، این درس رو بگیرید. در طول این مسیر شما هیچ کوهی رو بالا نرفتید، هیچ دره‌ای رو توش نیومدید، هیچ سختی نکشیدید، مگر اینی که با شما همراه بودن کسانی که الان تو مدینه لم دادن، نشستن تو مدینه، بین خانواده‌شونن، تو راحتی‌ان، زیر سایه درختن، دارن خرماش هم نوش جان میکنن، با شما همراهن، در هر اجری که شما کسب میکنید اونا هم مثلش رو میگیرن. حبسهم العذر، اونا میخواستن بیان، شوق و عشق و علاقه داشتن، اما عذر اونها رو نگذاشت. پس من مؤمن اولین نقطه‌ای که گفتیم چیکار کنم؟ بیام رزقم رو حلالش کنم، با اون نیتی که هستم همراه باشم، چه در حجم چه نیستم. یا سعد، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به حضرت سعد میگن اطب مطعمک، غذاتو خوراکتو حلالش کن، تکن مستجاب الدعا. اگر مالت حلال باشه دعات قبول میشه.
اگه میخوای مستجاب الدعا باشی اولین کاری که میکنی مالت رو حلال کن، حتما دعات مستجاب میشه. خب مالم رو دعا حلال کردم، الحمدلله مال حلالم، میرم چه کار کنم؟ یه شستشو. میخوام برم پیش خدا، میخوام خونه خدا برم، دیگه زشته که با بوی گند گناه برم. میخوام خانه خدا برم، میخوام مهمان خدا بشم، دیگه یکم باید به سر و صورت هم برسم. این بار زشتی گناه رو از خودم بردارم، توبه کنم، دست راز و نیاز به سوی خدا دراز کنم، توبه کنم. خدایا بار اله از من در بگذر. چطور در بگذر؟ وقتیه که ما خودمون رو مسخره میکنیم، توبه بر لب و دل پر از شوق گناه. استغفر الله میگیم اما تو دلمون هست که باز این گناه رو انجام بدیم. معصیت را خنده می آید از استغفار ما، گناه گاه میخنده از حماقتی که ما داریم انجام میدیم. میخوام پیش خدام برم، باید خودم رو پاک کنم. چطور پاک کنم؟ از گناهی که میکنم دست بکشم، رشوه خواری دست بکشم، غیبت دست بکشم، چغلی دست بکشم، بعد زور مردم دست بکشم، مال مردم را چپاول کردم دست بکشم، گول زدن مردم دست بکشم. دست کشیدم کافی نیست، اظهار پشیمانی کنم، بدونم که من خیلی کار بدی میکردم، بدونم که این کارم خیلی زشت بود، بدونم که این کار رو هرگز انجام نخواهم داد، هرگز دوباره لب به سیگار نمیزنم، هرگز دوباره زبانم رو به گناه نمیچرخونم، هرگز دستم رو به سوی گناه دراز نمی کنم. من اشتباه کردم، من پشیمونم، هرگز این کار رو نمی کنم. خب این بین خدا. اما اون مالی که از طرف گرفتی، اون چی؟ اونو پس میدم، حق مردم رو بر میگردونم، رابطم با مردم رو صاف میکنم، رابطم با خدام رو صاف میکنم، توبه کردم، آلایش پیدا کردم، میرم به حج. قبل از این که رفتم به حج خداوند منو بخشیده. کوتاهی کردم، رفتم به حج، اثنای حج خداوند منو حتما میبخشه. بازم گناه هم زیاده، از حج که برمیگردم حتما خداوند رو بخشیده. و حج مبرور جزاش بهشته. حج من اگر پیش خدام قبول شد جزاش بهشته. من رفتم پیش خدا، رفتم خانه خدا، از خدا مغفرت خواستم، برمیگردم. چطور برمیگردم؟ میگن که از حج که برمیگردی مثل یه صفحه سفیدی. نه عزیز من، نه عزیز من، مثل یک صفحه سفید یعنی پاکی. از چی پاکی؟ از گناهانت. خوبیات چی؟ خوبیات جای خودشو داره ها، همه خوبی ها و ثوابی که کسب کردی جای خودش هست. همه گناهانت شستشو داده میشه، همه نیت های خوب 10 برابر ارزش داده میشه، ثواب میشه. انجام ندادی ها، فقط نیت کرده بودی. از همه رجع کیوم ولدته امه من ذنوبه، برمیگردی پاک و معصوم، همون از گناهان. فقط اونطوری که همون وقتی که از شکم مادر اومدی بیرون چقدر صاف بودی، معصوم، طفل معصوم. از گناه همینطور، در حالی که بارها کوههای اجر و پاداش رو داری. نمازهای گذشتت رو داری هیچ، خوبیهای گذشتت رو داری هیچ، این سفر حج رو داری، این اجر و پاداش های حج رو داری. بر میگردی از حج یک بنده دیگه هستی. میبینید وقتی حاجی میاد اصلا شکل و شمایلش فرق میکنه.
من و شما تو شهر نشستیم، وقتی میریم سرمون رو تیغ میزنیم برمیگردیم مردم چپ نگاه میکنن چه زشت شد. یا حاجی که برمیگرده همون سر کچلش چه جمالی داره، چه بهایی داره، سر و صورتش چه زیبایی داره. حاجی همش چرا؟ چون که وقتی رفت تو حج با فضای دیگه زندگی کرد، در یک فضایی زندگی کرد که در اون فضا پیامبران بودن، صالحان گذشتن، در اون فضا همه مؤمنانی که رفته بودند اولیاء الله بودند. این رفت با اولیاء الله، با اولیاء الله چند روز رو لول خورد، با اولیاء الله این ور و اون ور رفت، با اولیاء الله قدم زد، در فضای خانه خدا بود. الان برگشته چی؟ ولی از اولیاء الله. واسه همینی که از حاجی میخواییم در حج برامون دعا کنه، وقتی هم بازگشت ازش میخواییم برامون دعا کنه. نداء الحق صوت قد شجا